ҳудуди 5000 нафар сокинони тоҷикистон ки барои ҳаҷи фарзӣ дар соли ҷорӣ сабти ном шудаанд бо беҳтар шудани вазъи беҳдоштӣ дар ҷаҳон имкон доранд соли ояндаи 2021 ин рукни исломиро анҷом диҳанд. кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ мегӯяд соли оянда бартарӣ дар анҷоми адои ҳаҷ қабл аз ҳама ба ин афрод дода мешавад, зеро бо иллати хуруҷи пандемияи коронавирус ва манъи намозгузорӣ дар масҷидулҳаром сафари онҳо ба таъхир афтодааст. رویخطها هست. رویخطها چی در مقامات محلی اجرای حکومت دولتی تصدیق شده است و اینچنین رویخطها در کمیته دین هم هست. حتما اگر وضعیت بهتر شود و اگر هیچ کس پیشگویی کردن نمیتواند با چه ترتیب صورت میگیرد و هر صورت برتریت اولویت به اون نفرانی که نامنویس دادن با ما داده میشود. ولی تعدادی از خواهشمندان سفر حج با منظور به تأخیر افتادن سرمایه جمع آورده خود را به کارهای خیر از جمله کمک به طبیبان و گرفتاران بیماری کووید 19 خرج کرده اند. منم از این مبلغ 10,000 سومانی به بیمارخانه مرکزی ناحیه فرخار نقابی برای کارمندان، اپارات‌های داروزنی برای هر یک شعبه، داروواری به همه کم کاستی‌هایی که در بیمارخانه ها بودن یاری رسانده ایستاده ایم. خلط‌های 1 کرته، خلط‌های 20 کرته، چیزی که لازم است برای دختران ما که باید اول ما خود را محافظت کنیم صرف کردیم. در ادامه نشست مطبوعاتی مقامات کمیته دین خبر دادند که عید قربان در تاجیکستان روز 31 ایول به گذاشتن نماز دستجمعانه عید برگزار می شود. همچنین با منظور بد شدن وضع پاندمیای کرونا ویروس در کشورهای همسایه کمیته دین توصیه می دهد که از عیدگردک نیز خودداری شود. البته قربانی می شود. یکی از شرط‌های قربانی نماز هم نیست. حالا انسانی که ثروتمند است اگر نماز هم که نخواند یا که فرصت نشود برای خواندن نمازش حتمی بعد این نماز یعنی قربانی میکند. از بس که نماز در تمام مسجدهای جمهوری گذاشته نمی شود خب افضل و بهتر و خوبتر است. اگر که انجام میدهد 1 ساعت بعدی آفتاب برآمدن هم قربانی رو حساب یعنی قبول است، اما ثواب زیادتر و بیشتر در اون است که بعدی پیشین روز عید قربانی رو انجام میدهد. در تاجیکستان از ماه مارس به این سو با علت پاندمیای کرونا ویروس در مساجد بسته است. عید قربان دومین عید مذهبی در زمان خروج پاندمیای کرونا ویروس است که به برگزاری نماز دستجمعانه عید در مساجد